سلام بر بچگان چلیسی و خوش آمدید یک ویدیو دیگه. بچه اومدم بهتون آموزش باگستان تریدینگ رو بهتون بگم و حال کنید دیگه. بچه ببخشید از این که امروز من تصویرمو ندارید، چون در شرایطی نیستم که هم نمیتونم ویدیو بگیرم و نه هم ویدیو بذارم براتون، ولی به خاطر عشق شما هم ویدیو میگیرم ولی تصویرمو متاسفانه نمیتونم بهتون نشون بدم. داخل شرایط بعدی هستم و به سراغ آموزش. بچه ما اول داخل مثلا میان داخل تمرین رو انجام میدیم. این آموزش رو باشیم اینها تمرین رو میان داخل تمرین ترینینگ همون تمرینه. بله منتظر میمونیم تا تمرین باشه. نکته بگم که این تمرین خیلی باگستانس واقعا برای همه گوشی هستش و فقط مال بعضی نیستش، مال همه گوشی ها قطعا میاد دیگه، انجام میشه و راحت میتونید سان کنید. دقیقا رو کله بازیکن بستگی داره به بستگی اینکه مثلا به واسه همه بتون شده. مثلا من رونالدو ثابت توپه، خب مثلا من میدم به گوشه، اول به مسی بدم گوشه، یکم لگ میزنه واسین، اول یه کاری کنم لگ نزنه. خب بچه یه کاری کنم حداقل لگش کمتر بشه، بعدا مشاهده بکنید که لگ مثلا لگ بازی کمتر لگ میزنه. حالا یک بخشی هم یک ویدیو هم در مورد استادیوم و چیزایی که این ور صبحی تو اینا هم واسه من ویدیو میسازم بهتون آموزش کنم. اما بگید که لگ کمتر میزنه. مثلا من با دفوراس وینگراس مثلا میرم تو با به کارواخال، مثلا شما اگه به حرکت میکنین این کنترلر تو به جلو نگه دارید و حالا ارسال کنید. مثلا من جلو نگه داشتم 30 زدم، الان نشد چون به محوطه نرسیده بودم. باید حداقل یا از محوطه این خط محوطه رو جلوتر برید یا اینکه داخل محوطه باشید دیگه. اینجوری باید میشه. نکن با کار با خودشون برم به خط محوطه کنار محوطه. مثلا من الان رسیدم به خط محوطه. خب من کنم اینجوری کنم مستقیم رو کله بازیکنی که میخواد. با این روش به راحتی میتونید یه گل قشنگ رو بزنید. دوباره انجام میدم تا بیشتر انجام ببینید تا ببینید که کنترلرتون رو مستقیم به جلو نگه دارید، رو به جلو. مثلا من رو به جلو دارم، جلو محوطه نمیشه، نکنه مستقیم میره ولی روی خط محوطه ای که حتی بیرون محوطه باشه ولی رو خط محوطه باشه این اتفاق خواهد افتاد. من بهتون نشون خواهم داد. بکنین وینه کارواخال قرم از من خط محوطه با قدرتی که میخوایم. مثلا من با این قدرت میخوام میره عقبش. اگه مثلا ما تا وسط میبردیم میره رو سر این مسی. من رونالدو میده به کارواخال استفشن عقلم از دست دادم از دست این معلمای که چرا نمیگیرن تو باتن واتفان دست این معلمه و عقلم از دست مثلا افسرده شده. خب حالا کارواخال سرعزت میکنه، من آروم ارسال کنم میره رو بازیکن اول. دقت کردی میره رو اول. من اولی پول کرده بودم من آخرین بازیکن. من تو وسط دارم میره رو وسط کردیم، مثلا وسط بازیکن مثلا کارو من تو نصف سی بار میگم رو ای هم میتونید رو بی هم میتونید. من تو نصف بکنم بازیکن وسط قشنگ. اگه دقت کنین قشنگ مستقیم میره رو کله بازیکنتون. به همین سادگی و هرچی کمتر. تا یکی بدون صحبت هم بدر بگوین دقت کنین. دیدی؟ باری راتی نمیدونستی میگم که پشت محوطه رسیدید میتونید بزرگ ضربه زدن به صفحه بوده محکم‌تر و قدرتمندتری. همین من که چیزی دیگه. امیدوارم این ویدیو خوشتون باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. زنگ بزنید آل در خودی گذاشتم
با خبر بشید که ما حتی این درفت و با این چالش هم یهشون رو براتون میذاریم تا شما عزیزان در خبر بشید که ما مثلا این چالش رو دیدیم. در هر کاری که بگین انجام بدین شما عزیزان. ولی که هر تنها چیزی از شما عزیزان نیاز دارم حمایتتونه. حمایت تنها چیزی که من از شما میخوام. دمتون گرم. خدافظ.